با برنامه وزه عالم در خدمتتون هستیم. خودتو معرفی کن. زهرا بنی‌اسد هستم، جودوکار، کشتیگیر، MMA کار. خب شما خودتو معرفی کن. مریم خسروانی هستم، جودوکار، MMA کار، ورزشکار. منم مجتبی خسروانی هستم، وزه دو عالم. خب بچه‌ها یه چند تا سوال چالشی داریم. خب با هم دیگه مرور کنیم. میخوایم خیلی خودمونی باشه. من وسطاش یه خوردم اذیتتون میکنم، ولی سعی میکنیم چون تایممون کوتاهه سریع جمعش کنیم دیگه. بچه‌ها معروف ترین کسی که اول از زهرا میپرسم، زهرا اولین معروف ترین کسی که ورزشکاری که اومده تو دایرکت تو تو چه رشته‌ای بوده؟ خب جودوکار بوده. چند سال پیش؟ تقریبا 1 سال پیش عضو تیم ملی هم بوده. الان به جای رسیده؟ عنوان خوبی گرفته؟ عنوان خوبی که تقریبا دیگه آره تقریبا فیکس تیم ملیه اون بنده خدا. خب براش اومد داشتی تو؟ مگه جواب ندادم کدام جودوکار می‌بینی بعد بری سی خودت دیگه. خب این اولش جودوکار بوده، اولین دایرکتی که اومدن. تو برای تو چی بوده اولین دایرکتی که اومده؟ اولین دایرکت از زمان اینستا. آره ورزشکار مطرح ها. کشتیگیر بوده. بعد دیگه خیلی تو همه رشته. نه دایرکت که اومده باش تعامل کردی، صحبت کردی، اصلا بحث ببین بحث نمیخوام زرد صحبت کنم، نمیخوام این دیت رفتی با هم فال نه گپ داریم میزنیم. دیدی مثلا 4-5 تا میشینن دورم خاله زنک بازی، این داستان وزه عالمه. نه این وزه بازیه، خاله زنک بازیه. چی بود اولین رشته‌ای که بوده برای تو؟ کشتیگیر. خب فوتبالیست. نه اولی دیگه همزمان با هم دیگه نمیتونه ورود بزنه که. همزمان که نمیتونه همزمان نه یه دونه اولین نفر رو بگو. کشتیگیر بود. بعد به جایی رسید. آره اصلا همون موقعش هم تو جا بود. خب اونم پس آخر عاقبت بخیر شده. اومد داشتی برای کلا مثل که برای ورزشکارا من خرگوش میمونم. اومد داره. خب آقا سوال بعدی زهرا عطا میپرسم. نمیتونم بخونم. ببین از نظر خودت تو بین آقایون ورزشکاری که به قول به اصطلاح امروزی‌ها میگن کراشه یا کراشه کیه؟ بگو اسمشو بگو چون قرار نیست ورزشکار ببینیم که دیگه. کراشه نمیتونم بگم، واقعا نمیتونم بگم. دریاست دلت؟ نه یه نفر مردم است ولی اصلا مول گرفته نگم. نه خب تو چه رشته‌ایه؟ بدنسازی. کراشه کراش که خب بعد قهرمان جهانه. خب اوکی دیگه بازش نمی‌کنه. برای تو ببین فارغ از هر دوستاش چون خود ببین با من خیلی رفیقن اصلا اینا رو بذار کنار تعارف هم نشه. کراشترین ورزشکاری که تو ایرانی؟ آره بدنساز ایرانی؟ نه فقط صرف چجوریت بگم میشناسیش مثلا میدونی آقا بر فرض مثال حسن یزدانی هیکلش خوبه، اخلاقش خوبه، مرام یه شناخت نسبی هم باید بهش داشته باشی. یا مثلا چه میدونم کریس پامسده که ما نمیشناسیم یا اون ور دنیاه. خب داداش فدراسیونو به هم نریز. من این سوالو جواب نمیدم. خب یه همینجوری یه چیزی بگو. بدنسازه ولی نمیتونم اسمشو بگم. خب خوبه اونم عنوان داره؟ بله. یه کوچولو دیگه‌اش نزدیک گشتی. نه اصلا میگم فدراسیونو به هم نریز. خب برنامه بعدی خدا به خیر بگذرونه. این سوال خسروانی جان جواب نده خسروانی. خب آقا زهرا یه سوال به نظر تو ببخشید حالا اینجوری میگم حولترین ورزشکارهای آقا متعلق به چه رشته‌ایه؟ حولتر الان نمیخوام این حول نه اینجوری پیگیرترین حول جالب نیست. شاید خود منم دو سه تا دختر اصلا دایرکت داده باشم عکس گل و اینا داده باشم نمیشه گفت حول پیگیرترین برای کدوم رشته است آقایون؟ به نظر من اونایی که دلشون دریه و تو رشته حالا بخوام بگم تو رشته بدنسازی نه مثلا هورمونیه اونا رژیم میگیرن
یه موقع واقعا مسائل هورمونیه اونا رو جدی. خب نه یه دونه رشته رو بگو. ببین با اینکه تو به این کراسفیت کار کردی، بدنسازی کار کردی، جودو اینا، تو کل اینا بالاخره ارتباطایی با یه سری دوستای از جنس مخالف هم داشتی دیگه. به نظر کدوم رشته خیلی پیگیره؟ اگه بخوایم حالا هورمون و رژیم و اینا رو در نظر نگیریم، اول حالا کشتیه. کشتی را پیگیرن. به نظرم بعد چه جوری ورود میزنن؟ چه جوری که با استیکر مثلا اول که میان فالو میکنن، بک‌دادی آن فالو میکنن، بعد از اون استوری‌ها چک میکنن. حالا ما مورد داشتیم میومد لایک میکرد مهسا رو، میومد لایک میکرد فالو میکرد، بعد میش ریاکشن دوباره لایک ها رو برمی‌داشت از اول. یعنی یه ریاکت نشون میدن بعد میرن سی خودشون وقتی جوابشون میدن. بعد تو کشتیگیرا بودی دیگه درسته؟ تو چی؟ ببین من میگم رزمیکارا ولی اشاره به رشتهشون نمیکنم، ولی رزمیکارا یه سریاشون حالا چون شاید نمیخوام میگم به قول تو بحث زرد نمیخوام بگم، شاید حالا از نظر طبقاتی یا مثلا چیزی یه ذره پایین‌تر باشن. من دیدم که یه سریاشون حالا مثلا اونا رزمیکارایی که حالا از بچگی دیدم، چون واقعا کشتی و رزمی داره خیلی رسیدن رزمیکارا نمیگم جودوکار، اون رزمی‌ها نه، رزمیایی که چیز میکس مارشال آرت MMA. آره من فکر میکنم یعنی تو اونا بعد ورودشون چه جوری بوده؟ به چه ورود زدن؟ خیلی زشت ورود، ولی کشتیگیرا هم بودن که دقیقاً لایک میکنن، لایک میکنن بابا یارو بک نمیده بس دیگه. تشو خوبه. هوازی میزنی؟ جمعه بریم هوازی. یه تپه نریم یه دونه کون بدنسازهایی که حالا میگم میان دایرکت و اینا معمولا با جمله ماشاءالله یا یا با آتیش نه ماشاءالله به قول عروس گیز خوب داشت شاید سردتون آتیش میزنن گرم چی. خب بچه‌ها یه سوال بعدی از زهرا میپرسم آینده ورزش خب بین جوونا ببین داری میبینی دیدگاه بعضیا میان برای شوآف خودنمایی، بعضیا دارن میان برای واقعا به یه جا برسن و اینا خب، ولی الان متاسفانه تو لولای بالا هم خب یه کمی همچین به قول معروف سر میخورن سمت یه سری داستانا. من یعنی دیدم چون هستم توشون. به نظر آینده ورزش حرفه ایران با این تفکر با این اخلاق چجوری میشه؟ والا در کل که توی ایران ورزش آنچنان آینده‌ای نداره، چون اکثرا میان برای همون شوافه دیگه. ولی من خودم الان 10 سال مثلا 12 سال دارم کار میکنم، 10 سالشو حرفه‌ای بدون شوآف کار کردم، به اینجا نرسیدم. الان 2 ساله کار 2 ساله تو این اینستاگرام دارم شوآف میکنم، پیجم همونجوری داره میاد بالا. یعنی مثلا با شوآف کردن به اینجا میرسه. پس مستلزمه پیشرفت بدنسازی ورزشکار هم سوشال مدیا و هم استمرار تمرینش. حالا تو چی میگی؟ تو به نظر تو این با این رویه خروجی ورزش ایران خوب میشه تو عرصه‌های بین‌المللی؟ راستش اگه بخوام بگم حقیقتا اینه که توی ایران طرف مثلا اصلا من رشته بدنسازی میگم، طرف میاد خودشو آماده میکنه، رژیم میگیره، یهو جنگ میشه خب، یا مثلا طرف اصلا الان تو شرایط نمیخوام سیاسیش کنم ولی توی یه سری شرایط هستیم و یهو میبینی طرف نمیدونه اصلا آقا من رژیم بگیرم میتونم اعزام بشم نمیتونم. حالا نه من حالا در آینده ببین تو بلا تکلیفی برش به نظرت بچه‌ها پتانسیلی دارن دوباره جمع کنن؟ ببین بچه‌هایی یعنی به نظر من ژنتیک ایران نابترین خفن‌ترین ژنتیکا رو داره، واقعا دارم میگم. همین الانش هم نه واقعا هم تو کشتی هم تو بدنسازی ما حرف خیلی واسه گفتن داریم. یعنی اگر این داستانا تموم شه من میگم یعنی اون دستاوردهای خوبی دوباره مجدد یعنی مثلا 70 و 80 ایران که دوباره مثلا من دارم میگم اون آمریکایی هم مکملش خفنه، هم ترمیناش روانش سایکولوژیست دارن، اصلا منتالی علممون واقعا تو وساب تو مکمل بروز نیست. ولی ایران و ایرانی من به نظرم خیلی جای پیشرفت دارن و باید واقعا حمایت بشن ورزشکاران تو هر آقا دیگه ما بحثی نیست، سوالی نیست، این برنامه رو ان شاءالله حالا پارت اولشو اپیزود اولشو داریم میذاریم. اصلا هم هیچ به قول معروف جناح و جنبه خاصی و طیف خاصی رو در نظر نداشتیم، دوست داشتیم فقط اینترتینمنت فان باشه و نکته آخر ایسا داداش چطوره خدا بخیر کنه همه با هم دیگه تا برنامه بعد درود برود گیری فرود. هم دست مهمانان عزیز